فرمایند که روز اهل اصحاب در حضور پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم نشسته بودند. یک جوان در نزد پیغمبر داخل شد و از جناب پیغمبر پرسید اجازتی به زنا. یا رسول الله گفت من زنا میکنم. شخصیت هایی که در نزد پیغمبر بزرگوار بودند اونها خیلی تعجب کردند. گفتن این جوان ببین، بیروگی این جوان ببین، در نظر نگرفتن این جوان ببین. آشکار در نزد پیغمبر بزرگوار اومده است، میگه که یا رسول الله من زنا میکنم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میگه در قهر نآمدن، در غضب نآمدن، گپی سختی براش نگفتن. گفتن که در نزد من بنشین. جوان گفتن بیا در نزد من بنشین. این جوان آمد، میگه در حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشست. پیغمبر بزرگوار پرسیدن، گفتن ای جوان مادر داری؟ گفت بله. گفت یا رسول الله مادر دارم. گفت میخواهی که یگان کس با مادر زنا کنه؟ گفت هرگز یا رسول الله نمیخوام. گفت خواهر داری؟ گفت دارم. گفت میخواهی یگان کس با خواهر زنا کنه؟ گفت والله نمیخوام یا رسول الله. گفت عمه داری؟ دارم. میخواهی یگان کس زنا کنه؟ گفت نمیخوام. خاله داری؟ دارم. تمامی نزدیکاش نام گرفتن گرفت. این شخصیت گفت نمیخوام. پیغمبر بزرگوار میگه شخصیتی که تو با او زنا میکنی همون مادر یک شخصیت است. اونم نمیخواد که تو با او زنا کنی. همون یکی تو با او زنا میکنی او دختر یک شخصیت است، فرزند یک شخصیت است، یا اینکه خاله و عمه یک شخصیت است. همون نمیخواد که تو با او زنا کنی. این شخصیت میگه وقتی جناب پیغمبر میگه نام مادر مگیری، آتش شهوت میگه در وجودم خاموشی، بدنم یخ گشت، تماما شهوتم نابود شد. میگه در اصل انسانیت وقتی که در همین راهی بد میرود از قریبهای خودش فکر کنه. برادر عزیز، اگر یک از دختر تا به لهجه زمانوی بگیم یک از دختر تا گپ بتیه، خواهر تا گپ بتیه، یا نزدیک تا به نیتی بد نگاه کنه، چقدر سخت میرسه. امروز اکثر جوانهای ما از روی این بدبختی تلفن هر کدومش یعنی یا دوست داشته شده دارن یا اینکه یک معشوقه دارن با او صحبتی تلفنی میکنن. بعضی‌هاش من میشنم ساعتش قطعی مادرش زیاد گپ میزنن، ساعتش قطعی به همون محبوبه بدبختش که وای نمیگیره، بگوی الان میگیره شاخی نمیگیرش، وای هم در فریب شیطان دام شیطان افتاده است. این جوان هم دام شیطان افتاده است. به کسا صحبت چی دارن؟ صحبت یعنی حرام و زینایی دارن. این نوعش برادر عزیز حرام است. و به خاطر انسانیت از این کار باید که چمعن بدارد.